سلام دوستان، دکتر سانا ستایش هستم، روانپزشک و روان درمانگر. یه ویدئویی داشتیم تحت عنوان علائم افسردگی و اینکه حالا افسردگی چه اثراتی میتونه توی زندگی افراد داشته باشه. امیدوارم که اون ویدیو رو دیده باشین. اگر ندیدید حتما اول اون ویدیو رو ببینید، بعد برای درمان افسردگی با ما همراه بشین. توی این ویدیو میخوام در مورد درمان اختلال افسردگی به صورت کامل و جامع براتون بگم. درمان در اختلال افسردگی کلاً دو دسته است: درمان‌های غیر دارویی و درمان‌های دارویی. اول بریم سراغ درمان‌های دارویی. لازمه بگم که در درمان افسردگی، در درمان دارویی افسردگی، داروهایی که الان توی بازار موجود هست خیلی بهتر از داروهایی که در گذشته استفاده می‌کردن افراد و خب خیلی عوارض سنگینی داشت هستن. یک مسئله‌ای که در زمینه درمان افسردگی با داروها مهمه که من حتما بگم اینه که داروهایی که من میخوام خدمتتون بگم به هیچ عنوان خطر وابستگی و اعتیاد آور ندارن برای شما. یه چیزی که متاسفانه خیلی رایج هست و کاملا غلطه، یک باور غلطی هست، اینه که افراد وقتی مراجعه میکنن نگرانن، میگن که خب ما به این داروها وابسته نشیم، نکنه که معتاد بشیم، نکنه که همش قرار باشه با این داروها خواب باشیم و از کار و زندگی بیفتیم. عزیز من، دوست من، ما قرار نیستش که با درمان تو رو از اون سطح از عملکردی که داشتی هم پایین‌تر بیاریم. ما می‌خوایم کمکت بکنیم که تو برگردی به زندگی عادی و نرمال و چه بسا بهتر از قبل خودت. پس در مورد درمان دارویی لطفاً این باور اشتباه رو دور بریزید. متاسفانه بعضی وقتا بعضی از همکاران پزشک ما هم همچین تصور غلطی دارن. داروهای اصلی که توی درمان ضد افسردگی به کار میرن داروهای سروتونینی هستن. اسم چند تا از این داروها رو اگه بخوام براتون بگم، خانواده SSRI ها یا داروهای سروتونینی داروهایی هستن مثل سرترالین، فلوکستین، فلووکسامین، سیتالوپرام، استیتالوپرام، پاروکستین. اینا داروهایی هستن که همشون از یک خانواده تحت عنوان SSRI هستن. این داروها عارضه خطرناکی که مثلا آسیبی به مغز بزنه، آسیبی به کبد بزنه، به کلیه بزنه ندارن. اتفاقا حتی مصرف این داروها در دراز مدت میتونه اثر محافظتی روی قلب، مغز داشته باشه، میتونه اثر پیشگیرنده برای آلزایمر و فراموشی ها داشته باشه و در افرادی که بیماری های همراه دارن بسیار میتونه نقش محافظت کننده داشته باشه. این داروها معمولا بر اساس شرایطی که فرد داره، خوابش چطوره، اشتهاش چطوره، خانوم هست، آقا هست، وضعیت میل جنسیش چطور هست توی این اختلال افسردگی، چه تغییری کرده. دیگه عرضم به حضور شما این که مثلا فرض کنیم که یک خانومی باشه که باردار باشه یا شیر بده، بر اساس اینها ما نوع دارو رو انتخاب میکنیم و برای همه این افرادی که گفتم حتما یکی از این داروها کاربرد مناسبی داره. حتی این داروها رو ما اکثرشون رو توی دوره بارداری هم تا هفته 20 میتونیم تجویز بکنیم بدون اینکه هیچ عارضه و خطری برای جنین داشته باشه. بعضی وقتا ممکنه که افسردگی مقاوم به درمان بشه. ما داروهای مختلف رو بدیم به مراجعمون، ببینیم خیلی تغییر نمیکنه یا جواب میگیریم منتها مثلا جواب کمی میگیریم، 30%، 40%. ممکنه لازم باشه داروهای دیگه رو اضافه بکنیم. بعضی وقتا ممکنه که ما لازم باشه لیتیوم رو با دوز خیلی کم استفاده بکنیم. برای همین اگر که شما افسردگی داری و روانپزشکت برات لیتیوم رو با دوز کم شروع کرده، نگران نباش، چون که لیتیوم معمولا دارویی هستش که برای اختلال دو قطبی استفاده میشه. و یا ممکنه که فرد افسردگی آتیپیک داشته باشه، یعنی اون فرم شایع افسردگی نباشه، افسردگی که اشتها زیاد میشه، خواب زیاد میشه. توی این مدل افسردگی هم ممکنه که ما لیتیوم رو لازم باشه با یه دوز خیلی کمی برای مراجعمون بذاریم برای اینکه درمانمون نتیجه بهتری داشته باشه. یک دسته دارویی دیگه در درمان افسردگی داروهای TCA یا سه حلقه‌ای ها هستن. داروهایی مثل آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین، ایمیپرامین، تریمیپرامین، کلویمپرامین که البته کلویمپرامین خیلی برای وسواس مناسبه. این داروها داروهای قدیمی ترن، معمولا عوارض بیشتری دارن. معمولا افراد اگر فکر خودکشی داشته باشن ما یه خورده باید با احتیاط اینها رو تجویز کنیم، چون
افزایش، چون مصرف تعداد بالای این داروها میتونه کشنده باشه توی خودکشی ها و الان خیلی استفاده نمیشن، خیلی تجویز نمیشن مگر به عنوان داروی کمکی. مثلا ممکنه که فرد خواب مناسبی نداشته باشه، ما آمیتریپتیلین رو برای شبش در کنار مثلا داروی سروتونینی که میذاریم اون رو هم بذاریم. چند مورد داروی دیگه هم هستن مثل داروی میرتازاپین، مثل ترازودون که اینها هم داروهای ضد افسردگی هستن که قطعا داروهای خط اول ما نیستن. گاهی هم ممکنه در درمان ضد افسردگی ما از هورمون‌های تیروئیدی مثل لیوتیرونین و لووتیروکسین هم کمک بگیریم که البته بیشتر لیوتیرونین در این گونه مواقع به کار برده میشه، استفاده میشه و همینطور در افسردگی هایی که خیلی انرژی پایینی دارن، خیلی تمرکزشون پایینه، ممکنه از ریتالین هم کمک بگیریم. بخوایم بریم سراغ درمان های غیر دارویی. درمان های غیر دارویی شامل یک دسته درمان های حالا جدید با استفاده از یه سری دستگاه ها میشه و یه سری درمان های دیگه‌ای که ما بهشون میگیم روان درمانی. درمان هایی که با دستگاه استفاده میشه مثل RTMS هست که با استفاده از امواج مغناطیسی کمک میکنن به اینکه حالا نوروترانسمیترها توی مغز تنظیم بشن و تقریبا اثرشون مشابه داروه. برای افرادی که نمیتونن دارو استفاده بکنن، مثلا منع دارن یا میخوایم نتیجه درمان رو خیلی سریع به دست بیاریم، دستگاه دیگه که استفاده میشه TDCS هست که اون هم با استفاده از جریان‌های الکتریکی خیلی با شدت پایین اون هم میاد نوروترانسمیترهای مغزی رو، نورون‌های مغزی رو یا تحریکشون رو زیاد میکنه یا کم میکنه و کمک میکنه به درمان. درمان دیگه هست به عنوان ECT یا القای تشنج که اون هم یه درمانی هستش که ما در موارد خیلی شدید اختلال افسردگی که میخوایم خیلی فوری بیمارمون رو از حالت وخیم در بیاریم استفاده میکنیم و حتما باید توی مطب یا بیمارستان در حضور یک متخصص بیهوشی انجام بشه. خانواده داروی دیگه‌ای که استفاده میشه داروهای SNRI هستن مثل ونلاکسین و دولوکستین که حالا کمتر توی افسردگی خالص استفاده میشن و معمولا توی افسردگی های استفاده میشه که به کار برده میشه که فرد دردهای جسمانی زیادی رو تجربه میکنه یا مثلا وقتی که افسردگی همراه میشه با اختلال اضطراب منتشر ممکنه که ما بخوایم از این اختلالات از این داروها کمک بگیریم. درمان‌های دارویی ما میتونه شامل داروهای دیگه‌ای بشه مثل داروی بوپروپیون که یک دارویی هستش که روی دوپامین و نورپینفرین اثر میذاره و معمولاً برای افسردگی‌های فصلی استفاده میشه. بوپروپیون دارویی هستش که انرژی فرد رو بالا میبره، پس برای کسی که دچار افت انرژی شده، دچار افزایش اشتها شده خیلی میتونه داروی مناسبی باشه چون که میتونه اشتها رو تا حدودی کاهش بده. داروی دیگه‌ای داریم که به نام بوسپیرون که اون هم داروی مناسبی در درمان افسردگی هست اما معمولاً خیلی داروی انتخابی هست در درمان اختلال اضطراب منتشر، ولی خب بعضا در درمان افسردگی هم به کار برده میشه. بریم سراغ درمان‌های کلامی یا روان درمانی. روان درمانی درمان اصلی و ریشه‌ای افسردگی و عمده اختلالات روانپزشکیه. روان درمانی به این شکل هستش که معمولاً افراد جلساتی رو به صورت مثلا 45 دقیقه هر هفته با درمانگرشون دارن. توی اون جلسات میان در مورد مسائل درون خودشون، در مورد نشخوارهای ذهنیشون، نگرانی‌هاشون، افکار منفی که در مورد خودشون، روابطشون و دنیا دارن صحبت میکنن. حالا بسته به این که اون تکنیک روان درمانی و اون سبکی که درمانگر کار میکنه چی هست، روش هایی که کار میشه متفاوته، اما همه روش های درمان، همه روش های روان درمانی بسیار خوب هستن، اما قطعا درمان هایی که عمیق تر هستن مثل درمان های تحلیلی، مثل درمان های طرحواره درمانی، مثل درمان هیجان مدار و اگزیستانسیال اثرشون عمیق تره و موندگارتر و مؤثرتره و خب البته بیشتر هم طول میکشه. یعنی ممکنه که لازم باشه مراجعه ما جلسات بیشتری رو برای درمان لازم باشه که مراجعه بکنه. در نهایت اگر که شما علائم افسردگی رو که توی ویدئوی افسردگیمون مفصل توضیح دادم،
اگر علائم افسردگی رو توی خودتون احساس کردید که دارید تجربه میکنید، اگر هنوز در مراحل خفیف هست، پیشنهاد میکنم یا به روانپزشک یا اگر راحت تر هستید به روانشناس مراجعه بکنید، چون ممکنه که اصلا نیازی به دارو نباشه و شما با مراجعه به روانشناس بتونید روان درمانی رو شروع بکنید و بهبودی کامل رو داشته باشید. اما اگر علائم داره کم کم شدید میشه، داره کم کم اختلال در عملکرد شغل شما، تحصیل شما، روابط شما، در عملکردتون توی منزل ایجاد میکنه، اگر خواب و اشتهاتون به هم ریخته، نمیتونید بخوابید، دارید کاهش وزن یا افزایش وزن واضح پیدا میکنید، انرژیتون خیلی کم شده، حافظتون مشکل پیدا کرده و اگر در وضعیت شدید هستید، احساس میکنید که دیگه دلتون نمیخواد زنده باشین، احساس میکنید که دارید کم کم فکر میکنید به اینکه یک روش رو برای از بین بردن خودتون پیدا بکنید، حتما به روانپزشک مراجعه بکنید، چون شما توی این شرایط، توی این وضعیت نیاز به دارو دارید برای اینکه هرچه سریعتر به نتیجه و به بهبودی برسید. روان درمانی باز هم میگم درمان قطعی و ریشه‌ای هست، اما طول میکشه تا اثرش رو شما ببینید و طول میکشه تا شما رو به بهبودی کامل برسونه. پس در موارد شدید دارو رو شروع کنید، روان درمانی رو هم همزمان شروع بکنید. به تدریج که توی روان درمانی به نتایج خوب و درمان قطعی و بهبودی کامل رسیدید، روانپزشکتون داروی شما رو کم 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 میکنه و قطع میکنه. ممنون از توجه و حوصلتون. راه‌های ارتباط با ما پیج اینستاگرام و شماره واتساپ هستش که براتون گذاشته میشه. ممنون میشم که ویدئوی ما رو به کسانی که به این مطالب نیاز دارن و دارن از افسردگی رنج میبرن حتما ارسال بکنید تا اونها هم استفاده بکنن و کانال ما رو سابسکرایب کنید.